پلیس را به زور به عقد نکاح یکی از افرادشان درآوردند. با یکی از همسران مرد دیگر را که 2 همسر داشت به نکاح یک طالب درآوردند. شمار از باشندگان ولسوالی برکه ولایت بغلان میگویند که از ظلم طالبان به سطوح آمدند و از این رو از این ولسوالی فرار کردند. آنان به طلوع نیوز میگویند کسانی که در این ولسوالی با طالبان همکاری نکنند آزار و اذیت میشوند. همه اینان باشندگان ولسوالی برکه ولایت بغلان هستند. میگویند از ظلم طالبان فرار کردند. قصه های غم‌انگیز دارند. این پیرمرد میگوید که طالبان نامزد پسرش را به زور برای یکی از طالبان نکاح کردند. اکنون اینان برای دفاع از خود و خانواده هایشان جنگ افزار برداشتند و در برابر طالبان قد بلند کردند. نه زن اختیار زن داریم، نه اختیار دختر خود داریم، نه اختیار اولاد خود داریم، نه اختیار مال خود داریم. علی شخصی نامزد بچه ما را قماندان عبدالله خوارزاده‌اش و برادرش به نام دکتر خوشومد دکتر طالبا او از اینجا قمانده داده او را در طالبا در اشکمیش یک طالبا به زور داد. یعنی یک در جنگیر میگن به نام قماندانی 2 زن زن داشت، یک ناموس از این بی غیرتا تو 2 زن داری گفت یک زنش به زور چوب کلاشینکوف طلاقش از سیگارت 2 زنش دیگه کسی دیگه داد. در این روستا نزدیک به 100 خانواده که از ظلم طالبان از ولسوالی برکه فرار نمودند زندگی می کنند. اینان زنانی هستند که ظلم طالبان گویی زندگی را بر آنان حرام کرده است و چنین حکایت هایی دارند. زن مردم ببره، پتی دختر ببره، مسلمان همیشه پسته را نگاه تداویر برده کشت. ظلمکار است دیگه، چی کنم من دیگه؟ برای ما نمیتونم. رفتن اینجا لای نه، این لای میگم همیشه چند خانه اول خدا دویم قوت از نه ششتیم. اینجا روستای مسجد سفید ولسوالی بغلان مرکزی است. نزدیک به 100 فامیل باشنده های ولسوالی برکه از ظلم طالبا به این روستا پناه آوردند. اونا میگن که طالبا حتی خانمای مردم به زور میگیرن و به کسای دیگه یا به افراد خودشان به قید نکاح در میارن. این باشنده ها میگن